در کوچه و خیابان، داستان‌های واقعی از تهران قدیم. به قلم زنده یاد دکتر عباس منظرپور. خوانش نایریکا امینی. فصل 4. بیبی شهربانو. کوه بیبی شهربانو را هیچ وقت با اتوبوس یا هر وسیله نقلیه موتوری نمی رفتیم. حتما سالی یک بار این سفر زیارتی را انجام می دادیم که برای ما بچه‌ها بسیار هم تفریحی، شادی بخش و پرخاطره بود. معمولاً چند روز پیش از سفر با یک صاحب گاری قرار می گذاشتیم که صبح پنجشنبه در خانه بیاید. حتما پنجشنبه باید باشد و از همان وقت به آماده کردن وسایل مورد نیاز این سفر می پرداختیم. لوازم آش رشته شامل بنشن پخته مثل نخود و لوبیا و عدس، سبزیاش پاک کرده و شسته، رشته آماده که در خانه خمیر می کردند و می بریدند و روی طناب‌های خشک کردن لباس خشک می کردند، اسباب چای، رخت خواب سفری در حد پتو و ملافه، فرش مربوطه که معمولاً گلیم بود و خلاصه خیلی خرت و پرت جزء این وسایل بود. وقتی گاری در خانه می آمد، 1-2 استکان چای برای گاریچی می ریختیم و شروع به انتقال لوازم روی گاری می کردیم. کف گاری را تمیز و سپس با گلیم فرش می کردیم. لوازم را می چیدیم و خودمان سوار می شدیم و گاری حرکت می کرد. از همان اول خوردن تنقلات مثل تخمه هندوانه و خربزه بوداده شروع می شد. میوه فصل مثل طالبی یا هندوانه خورده و پوست و آشغال‌های آن در خیابان و جاده پرتاب می شد. گاری بسته به مقدار بار، مسافر و قدرت یابو تند یا کند می رفت. نزدیک ظهر به آب متکا می رسیدیم. هنوز پل سلیمان ساخته نشده بود و آب متکا در همانجا قرار داشت. نهری سرپوشیده بود که آنجا ظاهر می شد و ظاهراً از آبهای اضافی شهر بود. بساط پخت و پز را همانجا برپا و آش رشته را آماده می کردیم. در تمام این مراحل و تا پایان سفر گاریچی هم یکی از اعضای خانواده محسوب می شد. پس از خوردن ناهار و چای دوباره سوار و به حرکت ادامه می دادیم. مرحله بعدی اتراق ما ابن باویه بود. آنجا هم پیاده و داخل محوطه می شدیم. گاری داخل نمی شد. بساط چای و عصرانه را می گستردیم و اتفاقاً توقف در آنجا نسبتاً طولانی بود تا زهر گرمای هوا گرفته شود. یادم نمی رود سالی را که نزدیک حرم ابن بابه مشغول صرف عصرانه بودیم که روی قبری در همان نزدیکی ما اول تک تک و سپس با دسته های 2-3 نفره دراویش جمع شدند. تعدادشان به حدود 30-40 نفر رسید. اول چپق چاق کردند و آن را دور گرداندند و هر کدام یک پک قلاجی به آن می زدند و به پهلو دستی خود تحویل می دادند. بوی مطبوعی از آن به طرف ما آمد که پدر گفت بوی حشیش است. سپس با کاسه‌ای سفالین و بزرگ نوشابه‌ای آوردند که آن را هم دست به دست دادند و هر یک جرعه‌ای از آن نوشیدند. پدر گفت این همان بنگ است که در دوغ می جوشانند و به آن دوغ وحدت می گویند و بسیار گیرنده است. سماور و چای هم داشتند و در ظروفی شیرینیجاتی مثل حلوا ارده، شکرپنیر و باقلوا و امثال آن حاضر کرده بودند که گاهی کمی از آنها به دهان می گذاشتند. خوانندگی فردی و دست جمعی همراه با حرکات متناسب گروهی و به چپ و راست رفتن آنها تازه شروع شده بود که ما ناچار حرکت کردیم و دنباله مراسم را ندیدیم. گاری تا سراح ورامین بیشتر نمی آمد و خانواده باید با حمل اساس و مواظبت از بچه‌ها بقیه راه
تا قلعه امین‌آباد را پیاده طی می‌کردند. تقریباً از همانجا که شاید 2 کیلومتر با قلعه فاصله داشت، بوی مطبوع نانی که در قلعه پخته میشد به مشام میرسید. نزدیک قلعه چادرها و پرده ها را به درختان می‌بستیم و خانه مسافرتی خود را آماده می‌کردیم. دیگر نزدیک غروب ولی هوا کاملا روشن بود. پدر به مناسبت اینکه شیر گوسفندداران آن نواحی را برای پختن شیر برنج می‌خرید، با اهالی قلعه که همه دامدار بودند کاملا آشنا بود. ما را با خود به قلعه می‌برد. مقدار زیادی کباب که قبلا در دکان پخته و لای نانهای سنگک گذاشته بود همراه داشت. اهل قلعه و به خصوص بچه‌هایشان آن را خیلی دوست داشتند. و فراموش نمی کنم که بچه‌ها بر سر نانهای زیر کباب با هم کشمکش می کردند. آنها هم از نانهای سنتی خود که همانجا می پختند مقدار زیادی به ما می دادند که ما هم آن را خیلی دوست داشتیم. سرشیر، پنیر، کره و ماست هم به مقدار زیاد برای ما آماده کرده بودند. پدر قبلا خبر داده بود که میاییم که برایمان بسته‌بندی می‌کردند. وقتی به چادر برمیگشتیم دیگر غروب بود و میش‌هایی که برای چرا به صحرا رفته بودند به قلعه باز میگشتند. یکی از زیباترین و تماشایی ترین مناظری که می دیدم همین بازگشت میشها به قلعه و پیوستن حدود 2000 بره به آنها بود. بره ها که بسیار هم زیبا بودند با بعبع خود به دنبال مادرانشان می گشتند و عجیب بود که در آن ازدحام هر یک تقریباً بلافاصله مادر خود را می یافتند. خیلی شیطان بودم. یک بار میشی را که به طرف قلعه و در حقیقت به طرف بره اش میدوید گرفتم و با وجودی که تقلای شدید میکرد او را نگاه داشتم و زیر شکمش رفتم و پستان او را به دهان گرفته مکیدم. پستانش شور بود چون دامداران پس از هر بار دوشیدن برای جلوگیری از عفونت پستان حیوان را آب نمک میزدند. ولی بعداً شیری نیمه گرم و بسیار مطبوع در دهانم جاری شد. هنوز کمی خورده بودم که دیدم یک بره پهلوی میش ایستاده و فهمیدم دارم سهم او را می نوشم. واقعاً از حیوان خجالت کشیدم و مادرش را رها کردم که این بار هر دو با شادی به طرف قلعه دویدند. کم کم هوا تاریک می شد و تقریباً تمام مردان در گفتن اذان مغرب شرکت کردند و زن و مرد و کودک چشم به آسمان دوختیم تا حضرت نمودار شود. می‌دانستیم که بیبی شهربانو دختر یزدگرد سوم و آخرین پادشاه ساسانی است که به اسارت مسلمین درآمد و در بازار مدینه فروخته شد و خریدار که حضرت امام حسین علیه السلام بود با او ازدواج کرد و امام زین العابدین نتیجه آن ازدواج است. می‌دانستیم که این بیبی پس از قتل عام صحرای کربلا به سمت ایران فرار کرده و سواران ابن زیاد ایشان را تا همینجا دنبال کردند. می‌دانستیم که در این محل وقتی پای فرار برای ایشان نمی‌ماند به جای گفتن یاهو مرا دریاب اشتباهاً می‌گویند یا کوه مرا دریاب و در نتیجه کوه دهان باز کرده و ایشان را در خود جای داده است و از شدت عجله و وحشتی که ایشان داشتند گوشه‌ای از مقنعه ایشان بیرون از کوه مانده است. می‌دانستیم که ایشان هر شب جمعه باکره بودند و وقتی حضرت امام حسن که می‌دانستند چنین دختری جز اسرا است تعداد زیادی از اسرا را خریدند و با همه ازدواج کردند، این پیام از حضرت امام حسین به ایشان رسید که برادر، آنکه در جستجویش هستی در حرم من است. می‌دانستیم که حضرت شب‌های جمعه به ملاقات این بیبی می‌آید و برای همین به آسمان چشم می‌دوختیم. مادر می‌گفت در گوشه‌ای از صحن چاله‌ای آب وجود دارد که شب‌های جمعه متولی یک حوله، لنگ، لیف و امثال آن برای غسل آقا آنجا قرار می‌دهد.
ناگهان نوری در آسمان حرکت می کرد و به سمت گنبد می آمد و صدای صلوات از تمام زائران برمی خاست. اگر کسی می گفت نور را ندیده، می گفتند کور باطن است. پس از آن برای نماز و استراحت داخل چادرهای خود می شدند. صبح خیلی زود زنان و دختران برای زیارت می رفتند و بعضی مردان هم تا نزدیک صحن می رفتند. ولی مردان و پسران اجازه ورود به داخل صحن و حرم را نداشتند. زنهای باردار هم نباید به آنجا می رفتند، چون ممکن بود فرزندی که در رحم دارند پسر و در نتیجه نامحرم باشد، چون مقنعه بیبی داخل کوه نشده بود. یک قطعه سنگ سیاه و کروی همان اول صحن روی زمین افتاده بود که مردان هم می توانستند از بیرون صحن آن را ببینند. او غلام سیاهی بود که اعتقادی به این روایات نداشت و با انکار آن سعی کرده بود که داخل حرم بشود که به محض اینکه پایش را داخل صحن گذاشته بود تبدیل به سنگ شده و این سنگ سیاه سر او بود که آنجا مانده بود. پدر به یاد می آورد که چندین سال پیش مردان هم به زیارت می رفتند و از وقتی که خانواده متولی کنونی در آنجا ساکن شده بودند کم کم این اعتقادات به وجود آمد. پدر اعتقاد داشت که متولی برای اینکه خانواده‌اش از چشم بیگانه ایمن باشند این شایعات را پراکنده و اگر جز این است چرا خود و پسران و دامادهایش همه آنجا هستند و رفت آمد هم می کنند. طبق معمول هیچ یک از گفته های این چنینی پدر به خرج ما نمی رفت. زنان از زیارت باز می گشتند و پیش از ظهر که هنوز هوا خیلی گرم نبود پیاده حرکت می کردیم و به طرف حضرت عبدالعظیم می رفتیم. ناهار را معمولاً در باغ توتی می خوردیم و پس از زیارت به گارد ماشین آنجا روانه و با تهیه بلیط به شهر باز می گشتیم. خاطره سفرهای کوه بیبی شهربانو هیچگاه از ذهن من خارج نمی شود.